رهبران امریکا و ایران اعلامیه تفاهم را به طور مجازی یا خود آنلاینی امضا کرده برای ختم جنگ و پایداری صلح درازمدت در خاورمیانه زمینه گذاشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا این سند را 17 ایون در قصر ورسال فرانسه بعد از نشست رهبران گروه 7 کشور صنعتی عالم امضا کرده چنین تفصیلات داد. آن چیزی که من نمیخواستم ببینم این فاجعه اقتصادی است. اگر وضع به همین منوال دوام میکرد فاجعه به وقوع میپیوست. میدانم که هر وقت ما درباره صلح حرف میزدیم بازار اوراق گرانبها مثل موشک به کیهان میرسید. خبرگزاری ایرنای ایران در شبکه اجتماعی ایکس مراسم امضاگذاری پرزیدنت این کشور مسعود پزشکیان در اعلامیه تفاهم با ایالات متحده آمریکا را نشر کرده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران اسماعیل بقایی میگوید امضای مجازی همچون انتخاب بهتر پذیرفته شد. این متن الان میتونیم بگیم که رسما نهایی شده به خاطر اینکه دو طرف امضا کرده. به قبل نام برده در مرحله کنونی جانبها به پایان جنگ اولویت داده در اقدامهای بعدی برنامه هسته‌ای ایران رفع تحریم این کشور و دیگر مسئله ها را بررسی می کنند. یک منصبدار بلندپایه امریکایی می گوید اعلامیه تفاهم ختم جنگ را در تمام جبهه ها و از جمله لبنان در بر گرفته روای کشتی‌ها در گلوگاه هرمز و ختم محاصره این منطقه از طرف نیروهای مسلح امریکا را مد نظر دارد. این منصبدار به خبرگزاری ریترز ابراز داشته است که بعد امضای اعلامیه دو جانب موافقت کردند که در دوام 60 روز آینده سازش نهایی صلح و از جمله حدود برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم جمهوری اسلامی را ارزیابی می‌کنند. وزارت کارهای خارجی ایران تصدیق کرده است که هیئت‌های نمایندگی دو کشور بر اساس برنامه قبلی برای آغاز مرحله دوم مذاکرات در ژنو حاضر خواهند شد.